مجدداً سلام و ادامه گفتگو. ندا جون، میخوام ببینم که کارگاه‌های کتابداری. یه لحظه اجازه بدیم ببینیم که وصل شدیم. بله، دوستان دارم. سلام من نرفتم دوباره. خدمت دوستان دوباره سلام عرض میکنم. ادامه میدیم سوالمون و گفتگومون با این سوال که کارگاه‌های کتابداری در خانه کتابدار از چه زمانی و به پیشنهاد چه کسی این اتفاق افتاد و چه گروهی تونست برای این کارگاه‌ها همکاری کنه با خانه کتابدار؟ اینم خیلی سوال خوبیه، چون دقیقاً دوره از نقطه‌های در واقع اون پیوند خانه و شوراست شروع این کار. همونطور که گفتم گروه ترویج که در شورای کتاب کارش رو شروع کرده بود، خانم میرهادی در واقع با اونها شروع کار اونها رو از آموزش‌های پژوهش دانش آموزی شروع می‌کرد. بنابراین یکی از اهدافی که در مقاطع مختلف گروه ترویج فعال شده، در سال 79 که دوباره فعالیت این گروه جدی تر شده بود و شروع شده بود، هدف اصلیش این بود که بره سراغ مدرسه ها، یعنی بتونه همین رو ببره به معلم ها و کتابدارهای مدارس آموزش بده که چه جوری در واقع ادبیات رو بیارند از کلاس های درسی ازش استفاده بکنن. بنابراین خانه هم، یعنی در واقع این فعالیت که چجوری میتونه این آموزش به کتابدارها شروع بشه، مستقر در خانه و از فعالیت‌های خانه بود که خوشبختانه در همون شروع که این دوره طراحی شد ارتباطی تونستیم با آموزش پرورش داشته باشیم و اون موقع یکی از در واقع کسانی که خب سمتی توی آموزش پرورش تهران داشتن خیلی مشتاق به این کار بودن. خیلی این همکاری نزدیک اتفاق افتاد و دوره کارگاه کتابداری که 9 ماهه طراحی شده بود برای کتابدارای مناطق آموزش پرورش، تمام مناطق، 1 یا 2 نفر در واقع از اونها از استان تهران توی این دوره شرکت کردن و خب این خیلی کارگاه در واقع جا افتاده‌ای بود و این یعنی اون اوج در واقع چیزی بود که دوستان دنبال می‌کردن، برای اینکه خب هر کدوم از اینها می‌شدن همون سفیری که توی مدارس بتونن کارو شروع بکنن. ندا جان، یه ذره برگردیم عقب. اینه که اصلا شروع کارگاه‌های کتابداری در خانه به پیشنهاد کی بود؟ یعنی خودشون تقاضا کردن که شما این کلاس‌ها رو بذارین یا شما اعلام می‌کردین که ما این کلاس‌ها رو داریم؟ ببینید، زمانی بود که انگار آموزش پرورش می‌خواست کتاب داری رو جدی بگیره و همزمانی با در واقع عزم شورا برای اینکه بتونه کتابدارها رو آموزش بده با نگاه ادبیات. سیلابس اصلی در واقع اون دوره در کارگاه کتابداری ادبیات کودکان بود، در واقع خدمات فنی کتابخونه بود و فهرست‌بندی، رده‌بندی و همینطور شیوه های ترویج که شامل قصه‌گویی، کار با ادبیات کهن، کارگاه خلاقیت که به همراه ادبیات بود. دیگه شما کمک کنید اینا. و هر چیزی در ارتباط با کتابداری بود، مثل سازماندهی، مجموعه سازی. بله دقیقا مسائل فنی اینها بود و همینطور شیوه‌های مستندسازی، یعنی یک کتابدار که فعالیت‌های اینطوری تو کتابخونه انجام میده چجوری در واقع اینها رو مستندسازی میکنه. خب این کارگاه به این شکل 9 ماه ادامه پیدا کرد. منتها اتفاقی که افتاد این بود که خب سال بعد از دقیقاً این آموزش به این شکل گسترده و کاملاً تخصصی و فنی، آموزش پرورش اعلام کرد که نقش و پست کتابدار حذف شده از آموزش پرورش و اون در واقع معاونتی هم که خب در واقع فهم این رو داشت و وارد مذاکره و ارتباط با خانه کتابدار شده بود برای این کارگاه، اصلا سمتش برکنار شد. خب بنابراین دوباره خانه کتابدار رفت به سمت این که
یک راهی باز کنه و بتونه این کارگاه ها رو خب ادامه بده دیگه، یعنی در اون سطح وسیع نبود. خب اینجا بود که کارگاهاش رو دوباره از 9 ماهه تبدیل کرد به دوره‌های کمی کوتاه مدت‌تر، برای اینکه هم اونهایی که کتابداری در واقع رشتهشون بوده، چه اونهایی که رشتهشون نبوده و الان میخوان که توی کتابخونه دست به کار بشن و کاری انجام بدن، برای اونها کارگاه برگزار کرد. خب توی همین دوره بود که کم کم یعنی همین که خود خانه بره به سمت مدارس، این بود که سبد خواندن با مدارس هم در این دوره فعال شد. یعنی اینکه دوستان گروه ترویج یا در ارتباط با مدارس و مدیران شناسایی می‌کردن یا مدیران تماس می‌گرفتن با خانه کتابدار که بخوان سبد خواندن در مدارس توی که مدارس اونها اتفاق بیفته توی یک یعنی کلاس. استقبالم شد. بله دقیقاً. البته خب این دقیقاً بسته به اون مدیر بود که بخواد واقعاً یه مقطعیش رو یا تعدادی از کلاساش رو اختصاص بده به این که زنگ کتابخوانی داشته باشن. و خب یک جا کتابیای بزرگی گروه طراحی کرده بود که این میرفت و انتهای کلاس نصب میشد و کتاب ها توی اونها جا می گرفت. بچه ها آموزش می دیدن برای اینکه خودشون اون کتابخونه کلاسی رو اداره بکنن. یه دفترچه امانت داشتن که توش هر کسی که کتاب خودش رو اگه به امانت می برد اونجا یادداشت کنه و بچه خودشون با هم دیگه اون کتابخونه کلاسی رو اداره می کردن. عملاً یاد می گرفتن. دقیقاً. و از در واقع مروجان گروه ترویج هم فکر می کنم هفته یک روز می رفتن که کتابایی که بچه‌ها خونده بودن رو با هم به اشتراک میذاشتن و گفتگو میکردن و خودشون دوباره همونجا کلاسای کارگاه بازی برگزار میکردن، بلندخوانی داشتن برای بچه‌ها و فعالیت‌های این چنینی بود که خود همین باعث شد که ما چند دوره‌ای رو تو خود کتابخونه‌مون هم کارگاه کتابداری رو برای بچه‌ها بذاریم. یعنی در طول یه ماه که مثلا تعدادی عضو به کتابخونه اضافه میشد، کتابدار کتابخونه برای همونها یه دوره کوتاه چند ساعته کتابداری میذاشت که چجوری بچه‌ها تو قفسه بذارن کتابا رو، یا چجوری به رده‌هاش با رده سرچ کنن کتابا رو، اینها که از بین اونها خب تعدادی زمانی هم هست که شغل انتخاب میکنن عاشق کتابداری شده بودن که در آینده کتابدار بشن. و البته تابستون‌ها به کتابدار واقعا میمدن و کمک میکردن، یعنی انقدر جدی گرفته بودن و یاد گرفته بودن و کار میکردن. یه خاطره هم اینجا میخواستم بگم جالب بود، چون زمانی بود که پروژه کتابک هم شروع شده بود. کتابک هم خب یکی از پروژه هایی که در واقع از مشارکت مؤسسه پژوهش تاریخ ادبیات کودکان، شورای کتاب کودک و خانه کتابدار شروع شده. توی اوایل پروژه یکی از کارهایی که تو کتابک انجام میشد این بود که دوستان میرفتن یک سری از کتابخونه ها رو به لحاظ استانداردها و اصول اداره کتابخونه که ویژه کودکه بررسی میکردن. بعد بچه ها رفته بودن به یک کتابخونه‌ای و بعد از اینکه خب با اون کتابدار صحبت کرده بودن و کاراش رو دیده بودن و اینها، پرسیده بودن ازش که خب تو این شیوه کتابداری رو کجا یاد گرفتی و که این شکلی داری کتابخونه تو. فکر می‌کنم که کتابخونه یه مدرسه بود اگه اشتباه نکنم. و خب ایشون گفته بود که مثلا شما نمیشناسین، من دوره کتابداری رو توی کتابخونه محله منیریه، کتابخونه کوچیک اونجا گذروندم. و که خب این یه فیدبک خیلی خوبی بود برای اون دوستانی که این دوره رو واقعا تلاش میکردن برگزار میکردن، که خیلی کوچیکه، شاید اصلا سالهای سالم دیده نشه، ولی به هر حال دوستان دارن یه کاری میکنن. حتما. الان هم ادامه داره کارگاه های کتابداری. الان باز کوتاه‌تر شده و حدود دوره ها کاملا یعنی کاربردی شده و حدود 3 ماهه. البته در سال اخیر نداشتیم نه، ولی باز حالا در فضایی که با در واقع امکاناتی که الان داریم این دوره رو در حال طراحیش هستیم که دوباره بگذاریم این دوره. در مورد کتابداری من فکر کنم اولین جلسه بود توی دانشگاه، استاد برگشتن گفتن که ببینید کتابداری خیلی چیزای مختلف داره، همه هم یاد بگیریم ولی اخلاق خوش نداشته باشیم به درد این رشته نمیخوریم. در کلاس رو باز کردن گفتن الان ببینید از همین الان اگه نمیتونین مخاطب رو جذب کنین برید.
من سال فکر کنم دوم دانشگاه بود که آشنا شدیم با شورای کتاب کودک، با خانم دکتر نوشافرین انصاری، با خانم میرهادی. بعد اومدم توی شورا و دیدم که خانم انصاری واقعا کتاب دارن. یعنی اولین چیزی که استادمون گفت باید داشته باشین ایشون دارن، واقعا دارن. کتابدارایی هم که خانه دار، یعنی در طی این مدت اومدن اینجا کتابداری آموزش دیدن و رفتن، اینم در نظر میگرفتن. یعنی بود بهشون بگن که باید حتما اینجوری باشه شما بتونین جذب کنین مخاطب و یا نه. این البته باید از مخاطبین خانه با اعضا در واقع از اونها سوال کرد که واقعا چقدر برای اونها راضی کننده بوده اگر اینجا وارد شدن، چقدر کتابدارها و بقیه حالا کادر خانه کتابدار پاسخشون رو در واقع دادن یا چقدر پذیرا بودن. واقعا باید از اونها پرسید، نمیدونم. ولی چیزی که خب همیشه تلاش شده اینجا همون ایجاد یک فضایی که بشه توش کمی احساس صمیمیت و صمیمانه بودن فضا رو داشته باشی که بتونی اونچه که نیاز داری رو مطرح بکنی و اونچه که نیاز داری رو دنبالش بگی. تلاش شده این اتفاق بیفته و به نظر من افتاده، چون بچه‌ها با ذوق شوق میان و کتابدارای ما باور نکردنیه برای من که اسم کوچیک بچه‌ها رو میدونن با این همه عضو. یعنی وقتی که میان توی کلاس، هر کلاسی شرکت میکنن، من دارم اسم و فامیل رو مثلا میخونم، اونا به راحتی اسم کوچیک و اینا رو بچه‌ها رو همه رو میدونن. پس دارم، من مطمئنم که حتما که با وجود شما و در کنار کتابدارا بودن شما همیشه اینو به هر حال رد پایی که بوده از قبل از خانم میرهادی و خانم انصاری ادامه پیدا میکنه دیگه یه شکلی. حتما اینجوریه. و اما سوال آخر، بله، همه ما میدونیم که اولین پرچم اسطوره ایران ما یعنی درفش کاویانی به مرور تکامل پیدا کرده. میخوام ببینیم که پرچم کودک و ادبیات با اون فراز و نشیبایی که طی کرده، حالا اگه زیاد دور نیست سالیان اون، تغییراتی و درونش رخ داده، یه چیزایی بهش اضافه شده. خانه کتابدار که از سال 1383 فکر کنم تأسیس شده، به این پرچم ادبیات کودک چی اضافه کرده؟ خانم قوادی سوالای سخت نه میدونم که من خودم و گروه ما و هستیم و میدونیم چقدر خانه تلاش میکنه، چقدر، یعنی مدیریت خانه با روی باز، کارکنانش با روی باز، همه در تلاشن که قدم‌های فراتر از اونی که کتابخونه های دیگه برمیدارن بردارن. من اینو خودم شاهدم، ولی میخوام شما بگین که چی کار کرده برای کودکان. راستشو بخواید جواب این سوال که برای من سخته و نمیتونم واقعا جوابشو بدم، ولی اگه بخوام یه روزی بهش جواب بدم، حتما معیاری رو بررسی میکنم که یعنی این معیار رو بررسی میکنم که ببینم چقدر خانه کتابدار تونسته عرصه‌ای برای تخیل ایجاد بکنه و چقدر تونسته که با فضایی که اختصاص میده و فضایی که ایجاد میکنه نیروی تصمیم رو و نیروی انتخاب رو جایگزین قضاوت و داوری بکنه. اگه بخوام یه روزی واقعا جواب بدم شاید بعد اینو بررسی کنم، ولی نمیتونم الان جواب. مرسی، من که لذت بردم، مطمئنم دوستایی هم که ما رو همراهی کردن لذت بردن. کامنت ها رو باز بذاریم برای سوال جواب یا خداحافظی کنیم دیگه. اگر دوستان سوالی داشته باشن میتونن
بپرسن، اگر نه که خداحافظی میکنیم. منتظر باشیم اگر که سوالی نبود خداحافظی میکنیم. خب پس فکر میکنم که میتونیم. فکر کنم ما همه سوالا رو، یعنی من سوال پرسیدم شما به خوبی جواب دادین. پس دادار آسمان و زمین یارتون. خدا نگهدار. وقت همگی بخیر و خداحافظ. ممنون از شما.